Salam و درود olsun sizlere. بچه همه چی خوبه؟ با چه صحنه شروع کردم؟ شدم رقاص شما. با من تو عمر اینقدر نرقصیدم. من 40 سال عمر دارم، اینقدر نرقصیدم تو این 40 سال. این اواخر اینقدر میرقصم، شکمم در اومده. خب بچه خوبه؟ تصویر همه چی؟ دارم رقاص میشم. آره دیگه. خب بچه رفته بودم خرید. مثل اون خانوما میرن توی چیز. بذار اینو این میکروفون حالا بره این برای آهنگ گذاشته بودم صداشو خوب بشنم. بذار این رینگ لایت هم الله الله مشقات داریم، مشقات فراوان. یه نفر آدمم کارگردان، طراح صحنه، طراح لباس، نمیدونم بازیگر، همه چی خودمم. های آی ساقف. خب عالیه. آها الان بچه میکروفون در آوردم، صدام خوبه؟ بذارین اینو من کجا تکیه بدم؟ به این میزه تکیه بدم. یه لحظه صبر کنین. گرفتاری شدیم دیگه از دست این. یه دیگه ایوه شما با منی. من فکر کردم شما رو گذاشتم رو زمین. محفوظ. خب خوبه. آره داشتم میگفتم که شبیه اون خانوما که میرن فروشگاه. اینم اینجاش کنده شد. البته چند روزی کنده شده. اینو باید چیکارش کنم؟ اینو باید نخ سوزن داشته باشم، اینو بدوزم، دوتا بند بزنم. این باید نیست. ای داد دای 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 دای. صدا کمه دیگه مثل همیشه دیگه. من هیچ وقت میکروفون نمیذارم که دیگه. بهانه گیری نکنین دیگه. صدا کمه که اونم افتضاحه. خب بچه میدونی چیه گرفتم؟ اول اینکه قبل اینکه خریدار نشون بدم رفتم برای اون میز مبلا تلخ گرفتم. بذارین صبر کنین یه دستمال بیارم اول روی میز بکشم. اگه صدا کمه لایو ببندم. نه واقعا اگه کمه ببندم. خب بذاریم شما رو بذاریم اینجا. آخه بذار این وری بذارمتون. صبر کنین. میبینین شما ها رو فقط دارم چیز میکنم. آها اینجا خوبه. بیره چون بالاlar. بیره چون این نورمون هم این وری بیاد. اول بذارین این روی میز رو یه دستمال بکشم. رو میزی خریدم بچه برای این میزه. اینو بیاد پایین که میخوام جارو بزنم. اینم که نصفش سرکه است بچه. کم کم اینا رو انجام بدیم بعد بریم سراغ رگال دیگه. اینا رو عجله نکن. رگالم میگم کامل نشون میدم چند خریدم، از کجا خریدم. خیلی هاشون پرسیدم. دایرکتم پر شده بعد اینکه چند خریدی، کجا خریدی.
خیلی شیکه، خیلی خوشگله. خب این میزمون ببینم کلاهو بزنم ببینم چطوریه. کلاه کاره. آها خوب شد. خب بذار ببینم چیزی نگفتیم به من، راهنمایی. خب صدا اوکیه. ساغلز جا کفشی نیست، رگال لباسه. میز خوشی. آره این الان خوش میشه بچه. اینو اینقدر گرون، عرض 80 در 80 میز دیگه، عرض 80 سانتشو خریدم. بذار فاکتور در بیارم اینم کوفر. 1 میله این چقدره؟ 236,000 تومان. خوش شد دیگه، این الان خوشگه دیگه. ببین کامل خوش. آب نبود که، یه ذره فقط مایه بود. و این میز هی چیز میشد. الان روی اینو یه دستمالی بکشیم. بعد برگردونم اون برش هم دستمال بکشم. خب بذار یه لحظه اون برشم یه ذره این برش خوش بشه. دا 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 درن درن دن. نه نم نداره الان، خوش شده. شیشه خوبه. نه این خب این راحت تره دیگه. آدمی که مستاجره این ور برو اون ور برو، این راحت تره، ارزون تره فکر کنم. شیشه که این تلقه شد 236,000 تومان. شیشه بگیری چقدر میشه؟ خب چیز خاصی نداریم اینجا بذاریم. الان اینو بچه ها اینو برگردونیم، این ورش رو دستمال بکشیم. بعد روی میز یه دونه مثلا آدم میخواستیم چای بخوریم، حواسم بود که مثلا این خشبر نداره، حیف دیگه. میز نو خریدیم، یه ذره مواظبش باشیم. این از این روی چوب تکون میخوره، باید با یه چیزی فیکسش کنم. با چی فیکسش کنم؟ با چی فیکسش کنم؟
حالا نمیخوایم تکون بدیم که آدم یه چایی میخوره، یه بشقابی میخواد بذاره راحت. به هر حال که اینطوری شد دیگه. اینا نوار چسب بزنم، نوار چسب رنگشو خراب نمیکنه. اینا بچه اینطوری شد، قشنگ شد. خب این از اولین خریده. بذارید اینو من بردارم. خب شما رو بزنم رو زمین، اینو بذاریم حالا من چوب زیاد لازم دارم، ولی حالا 3 دست اینا رو گرفتم، 3 دست چوب گرفتم. بعد متری چند گرفتم؟ متری 295,000 تومان. ضخامت 1 میل، عرض 80ش. اینا عرضشون با هم فرق میکنه. یه چیز سنگین بذاریم. آره یه ذره استفاده کنیم میچسبه. پرده رو عوض میکنیم. پرده اینقدر پرده زیاد هست. نوار چسب آره اون چیزی. بچه اینا 3 دست، اینا 18 تاست. اینا هر 6 تاست فلزی چیزها، کت و کلفت و محکمه، چون اون سری خریده بودم نازک بود. اینا خوبن. اینا بسته 65,000 تومان. فلزی خیلی خوبه، طلایی، رنگ طلایی. حالا ببینید چیه خریدم. چاه بست خریدم. این خراب شده، مال توالت شکسته. اینو گرفتم که برای توالت ایرانی این چیزای مزخرف داره دیگه تکار کنیم. های مریم بالا، های منیر بالا، بیا زود پرده را به. آره منیر، 2 نفر 3 نفر پرده قرار بدن، حالا هر کدومو میارم توی اتاق میزن. باید نخر دیگه. ببین کم خریدم دیگه، تو بفرست. تو گفتی 20 اینا داری، اونا رو بفرست برام، من لازم دارم. بفرست. چوب خیلی. خب این از این. المیرا بالا بچه، رگال چیزها هدیه المیراست، صاحبش اومد. خب این از این 18,000 تومان. رومیزی من اینجا یه دونه رفتم فاز 1، اینجا که نبود، رفتم فاز 1 از چیز خریدم. یه مثل یه هایپر مارکته، فقط وسایل پلاستیکی نمیدونم همه چی، همه‌شو از اینجا خریدم. ببینید انقدر خوب باحالیه، یعنی خانوما برن اونجا فقط عاشق میشن. بچه چیز خریدم. این از اینا من هی میخوام یه چیزی بمالم، یه کاری بکنم، از اینا خریدم. الان میگیم این چیز شده، بلخرج شده. از اینا لیسک و چیزه فرچس. یه چیزی روغنی بمالی، کره‌ای بمالی روی چیزی، اینم که لیس میزنه. اینم از این. اینا دوتاش 35,000 تومان. دوتاش ها، ستش 35,000. چیز خریدم، صافیه چای خریدم دیروز. ساقل مریم بالا. آره رنگش صورتیه. دیروز اون چای ایرانی رو خواستیم شوک بدیم نشد، اینو برای شوک دادن چای گرفتم. این برای اینه. این 18,000 تومان. بعد ادویه هم زیاد شده، جای ادویه‌ای خریدم بچه ها. 4 تا شیشه خریدم، ما پلاستیکی نیست. ببین چقدر خوشگله. البته توش کاغذه ها، این دیگه برداشته میشه دیگه، توش چیز میشه. المیرا هم اون همه ادویه فرستاده، جا ندارم، همونجوری مونده تو کیسه هاشون. خیلی بده، بس سلیقه است. 4 تا اینا رو گرفتم.
کیک یا نون بپز. آره حتما بچه. اینا دونه 27,000 تومان. شیشه هست ها، اینطوری هم بالاش سوراخ داره، یعنی مثل چیزه نمک دونه. اینا خیلی خوشگلن. شیشه است. پلاستیکی هم بود، گفتم پلاستیک نمیخوام، شیشه میخوام. دونه 27 تومان. 4 تا گرفتم. حالا شاید بیشترم لازم دارم، ولی حالا گفتم 4 تا بگیریم زیاد نباشه. بازم میاد ادویه دیگه، بازم بیاد باید بازم یه چند تا از این شیشه ها بگیرم. یه دونم سطل آشغال برای در زیر سینک کابینت. المیرا با من ده. حالا المیرا یه کارتون هیجان انگیز داره فردا میخواد پست کنه. از جلوی دوربین بردار. چی رو؟ سیم جلو دوربین بود فکر کنم. این رینگ لایته چرا این و پشتش به من بود؟ خورشید پشتش به من بود. اون مرده از میگه خورشید پشتش به ماست. این یه برندی داشت لیمون، نمیدونم چیه، 350,000 تومان. اینو خریدم 130,000 تومان. این شیشه این از اینجا باید رد بشه. آها این باید از زیر رد بشه. ایسا اینطوریه. ببین عقلم مغزم کار کرده. میبینیم چیزه اینجا میذارم. اینجا من سطل آشغال، اینجا سطل آشغال من ندارم. من کیسه آشغالم آویزون میکنم به در کابینت. اینو خریدم اینطوری بره روی در کابینت اگه بره. به ببینیم کیسه رو اول باید بندازم. کیسه، اون کیسه رو نگه دار. آفرین، الان میذاریم. الان بچه ببینیم این رفت روی در کابینت. چقدر تمیز. بابا آشغالا رو اینجوری آویزون میکنم اینجا، خیلی افتضاح دیده میشه. میبینیم بذاریم یه کیسه. آفرین کیسه هایی که من دارم پشتت یعنی چی؟ آره الان اصلا در بسته نمیشه. محو لازم واحد برعکس انداختم. الان درستش میکنیم. خرید کردم. من نمیگم خرید نکن که، من میگم درست خرید کنیم. چیزایی که لازم داریم. من الان تمام چیزایی که خریدم همش ضروری بوده برای من و چیزی نیست که بگم بچه شما مثلا سطل آشغال داریم به من یه دونه بدین. میدونی؟ مگه میشه بدون خرید زندگی کرد؟ میگم کمتر خرید کنیم، درست خرید کنیم. اگر نه که بدون خرید کردن که هر حال نمیشه. بذار اینو در بیارم. الان برعکسش هم بکنم. نه خلاص اینو به زورم اینجا انداختم. حالا بیا درش بیار. بذاریم اول این سطل رو در بیاریم. آها یه لحظه بچه ها، یه لحظه خدت دوزون. آی ساول. الان اینو بندازیم تو این. باید یه ذره کسایی بزرگتر، این کوچیکه.
این خوبه. آیسا آها الان شد بچه، الان شد. ببین درست شد. این الان کیسه رو انداختیم تو این بعد دیگه جایی دیگه. این خیلی خوب شد. کیسه های رولی. ببین من چون کیسه نمیگیرم، من همین کیسه های خرید رو به جای کیسه زباله استفاده میکنم، یعنی چیز اضافه ای نمیگیرم. 16 ماه قبل من 1 کیلو گرفته بودیم، نیم کیلوش هنوز مونده، یعنی استفاده همچنانی نکرد. خب اینم سطل آشغالمون. آها الان بریم سراغ رگال. بچه خریدامون رو دیدیم دیگه. با این میخوایم چای شوک بریم امشب. این پلاستیکا آب پس میده. حالا امتحان میکنم. آره دیگه اینا شاید، ولی من تا حالا هیچی ندیدم. حالا امتحان میکنیم دیگه. خب بریم سراغ رگال. بزن رگال رو یه دستمالی بکشم بعد ببریم تو اتاق. موافقین؟ یا بریم تو اتاق دستمال بکشیم؟ اونجا نورش کمه، بعد این رینگ لایت رو ببریم اونجا. این یکی گوشیم کو. بچه میریم یه اتاقی که تا حالا اونجا لایو نذاشتیم ها. مرافرم شستم. شما رو من کجا بذارم؟ وحید توش فوت کن ببین سوراخ نباشه. آره قبل اینکه باید آشغال بریزم، یا اینکه آره 2 تا با هم بندازم. لباس تدی. آره آب که نمیریزم، ولی خب مثلا آشغاله خیس دیگه نمیدونم که. بزن اینو بزنم بعد چرا بزن رگال رو بیارم بچه. این فرشم من بردارم. این اتاق تقریبا انگار انباری منه. چون استفاده که نمی‌کنم. بذار من اینو یه دستمالی بکشیم، بعد دستمال اون رو خیس کنیم به جای اینکه اون آیده ده. بذار ببینم چیزی نگفتیم. کمد نبود اونجا چیزه. فقط کمد لباسی که دارم فقط این هم است، چیزی ندارم من. خب داشته باشم که چیز مرض که ندارم برم رگال بگیرم الکی وسیله. اینجا هم که برای رخت خواب و ایناست. این اتاق خوراک عرق خوریه. عرق نعنا اینا. آره اینجا من میخورم عرق نعنا، اینقدر دوست دارم. الان میگم. دم پایین باز شده. آره رگال رو بچه ها چیزه 1,700 خریدم. بزن شما بزن اینجا. رگال رو 1,700 خریدیم.
دمپای باز نشده، پاره شده. پاره شده. فکر کنم الان خوبه. بچه‌ها تصویر نداریم؟ قطع شدیم؟ میگین قطع شد؟ ببینیم قطع شد. اگه هستیم یه لحظه قطع شد. اوکی، یه لحظه قطع شدن اشکال نداره. خب چقدر خوشگله، خیلی دوستش دارم این رگال. پانتای عزیز، پانتا هم اینجاست. گزاله بابا هم اینجاست. من شیر رو ندیدم. اوکیه آقا، ول کنین دیگه این موهای ما رو ول کنین. موهامو دوست دارم، شلخته دوست دارم، وحشی دوست دارم، اصلا میخوام بلند بشه. حالا به میاد نمیاد مهم نیست، خودم الان دوستش دارم. موهام اینجوری این کار میکنم خوشم میاد. هی خب بریم چوبامون رو بیاریم، لباسامون هم بیاریم. من باید فرش رو بیارم. فرش رو بیارم که لباس ها رو بذارم رو این. بذار اینا رو باز کنیم. اینا چاقو میخواد، چیز بست داره. الله الله. رگال پیچ داره. آره پیچیه. خشن دوست داری؟ خشن وحشی. موام انقدر دوست دارم همینطوری تو حالت خودش باشه. نمیدونم اتو بکش، سشوار بکش، ژل بزن، من هیچی نمیزنم به موام. به 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 به.
خیلی خوب شد گرفتیم. مرسی سارا. اینا شاید چه اینطوری صفر بستم، مثلا اینا میخوام فرار کنن. محبوب موش پیج. بچه ها من از دیوار سرچ کردم، بعد دیدم که یه عکسای گذاشتن، زنگ زدم، بعد گفتن که ما یه کارگاه داریم. من اولش فکر کردم پرندم، بعد فهمیدیم که ربات کریمه این کارگاهه. امروز که خود صاحب اون کارگاه اومد خودش درست کرد این چیزو، رگال. بعد دیگه خلاصه 1,700 تموم شد دیگه. بعد خیلی خوشگل، خیلی خوشم میاد، شیک و ترتمیز. گفتم اینم هدیه المیراست بچه ها، خودم نخریدم. البته خودم میخواستم بخرم، المیرا گفت من میخوام هدیه من باشه دیگه، گفتیم باشه. هر کسی از این رگال خواست، قیمتش واقعا مناسبه، من فکر میکنم از تهران و اینا ارزون تر. اگر خواستین بگین براتون بفرستم شماره‌شون رو. خب نه بابا کجا برمیگرده این برمیگرده، پایش چیزه محکمه. نه حالا زیادم سنگین نمیخوام بکنم. بزن لباسام بیارم. خلاصه که اوی آدرسشون، من که آدرس ندارم براتون، اگه هر کسی خواست حالا میذارم دیگه، میذارم پوشه دیوار. بذاریم اونجا نمیتونم بذارم، باید این بر بذارم. پس بذاریم اول بذاریم بعد پرش کنیم، بعدا سنگین میشه دیگه، سخت میشه تکون دادنش. چمدون معروفه منه بچه، این میدونی کجاها رفته، از کجا اومده، از به کجاها رفته. این هم دیگه خاموش کنیم فعلا. بچه ها ببینید اینطوری خوبه یا برعکسش کنم اینو. ببینید اینو این ور باشه یا اینا بیاد این ور. اتاق انباری رو باید چیز کنم، اونجا هم به هم مرتب میکنم. آره میره. آخه اینو میخواستم حالا چمدون ببندم، خواستیم بریم شمال و نه حالا فعلا که نشد. من همینو 3 تومن آره اتفاقا راننده‌ای که برام آورد گفت خیلی عالی خریدی، این تهران 2,700-800 میدن اینا رو، تو 1,700 خریدی، خیلی خوب خریدی. خلاصه اگر خواستین
برعکسش با بزنیم. برعکس اینو دیدیم دیگه، برعکسش هم ببین. ببینین الان چطور شد. آره فکر کنم اینطوری هم بهتر شد، بهتر از اولیش. ببینین به نظرم این خوبه. الکی وسیله خونش جور شد. همینه دیگه، کلا اصلا زندگی هم تو الکی دیگه. همین الکی میبینی که گفتم بیا برو، تموم شد، وقت تموم شد، همه چیز الکیه. ای شاخه پیچک قشنگم، دی دی در دی در دی در دی 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 در دی در در دی 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 در دی در دی. بچه ها حالا لباس ها رو میخوام تفکیک کنم. یادتونه من قرار بود که اون لباس هایی که شادی هم بر من آورده بود از دانمارک، البته همه رو تو لایوام گفتم، ولی گفته بودم یه لایو میذارم همه رو یه جا نشون میدم، دیگه اون لایو رو نذاشتم. من دیگه اینقدر اتفاقات افتاد که میخوام الان اون لباس هایی که کلا شادی هم بر من آورده بود رو اونا رو هم جداگونه براتون نشون بدم که ببینین که شادی کلا بر من چقدر لباس آورده بود از دانمارک. آره اون قسمت بالا کلی وسیله. آره تیشرت رو تا کنم. نه دوست ندارم. حالا هست دیگه، جا داریم دیگه، الان جا داریم تا جایی که بتونم اینا رو با سلیقه بچینیم، ببینیم حالا چی میشه. یکم هم خیلی نازوکا رو حالا این چوبا نمیزنم. شاید دوریم، شما کامنتات رو نمیبینم. اینقدرم گرسنمه، هم خوابم میاد هم گرسنم. هیچکی هم نیومده امروز. قرار بود که نمیدونم زهرا و میترا بیان، اصلا به من زنگم نزدن که نمیای دیگه. اینطوریه دیگه، اشکال نداره. این هم خیلی خوشگله، میبینین؟ رگالش و کاپشن و اینا بذاری. تیشرت ها رو تا کنم. دوست دارم پسرم باهات دوست بشه. با من؟ خب به او پیام بده دوست بشه.
آره اینا سنگینن دیگه، اینا کت و کلفتن. فعلا اینا رو، اون نازوکا رو فعلا حالا نگه میدارم. زمین هودیه، اینم خیلی دوست دارم، حالا اینو نپوشیدم. انقدر دیگه لباس دارم من به اندازه، اگه چاق نشم و تکون نخورم به اندازه 7-8 سال من لباس دارم. کاپشن و هودی رو باش الان اون رو انجام بچه. این کاپشن یادتونه چقدر خوشگله این کاپشنه. اینم زهرا پارسال تو تبریز بر من آوردن ها، پارسال آخرای تابستون بود. میبینین؟ بچه هر کسی میخواد پاشه بیاد، پاشیم بیاین چیز درست کنیم، کله جوش بپزیم بخوریم. حاضرم براتون کله جوش بپزم، پاشیم بیاین. وسیله هاشم همه چی رو آماده است. دنبال شلوارلی بودم. آره بابا من یه دونه شلوار خواستم، 500 تا لباس اومد برای من. شلوار رو، کلاهدارها رو یه سمت آویزون کن. باش بزنی حالا همه آویزون بشه، بعد همه رو جدا میکنم. تون بچینم. بابا برای چی؟ کارمون چیه؟ کارمون همینه دیگه. کنار هم از همین چیزهای کوچیک بتونیم حال کنیم، لذت ببریم. این چند تا یه چیز داره توش، ولی میشه پوشید. میپوشم الان. خب بذاریم بچه. این کاپشن انقدر گرمه، انقدر خوشگله. اینو دیدیم دیگه، پوشیدم دیگه براتون. میبینی هم جنس عالی داره، خیلی ضخیمه. به درد همون زمستونه تبریز میخوره که خیلی سرده. بچه اینو بازم دارم میگم، کسی اگر چرخ داره، این قسمت پشتش میبینین آستیناش در رفته. اینو خودم میتونم تعمیرش کنم. میبینین البته تو دوربین زیاد دیده نمیشه. دفعه قبل نشونتون دادم. آها ببین اینجا معلومه در رفته چرمش. این باید یه ذره آستینشو بدم اینجا رو تو. اگر چرخ صنعتی هر کسی داره چیز کنه، به من پیام بده. ولی این خیلی خوشگله، اینقدر دوستش دارم. خیلی قشنگ.
بنداز بره. هرچی لباس تا جایی که آدم میتونه باید بپوشه، برچی بندازیم بره. اونم خیلی دوستش دارم. حالا اگه دوستش نداشتم آره مثلا میگفتیم که بدیم بره، ولی خودم دوستش دارم. این زردم خیلی قشنگ. اینم خیلی عالی. کدوما هی منتظرن که برسن، فکر میکنم مثلا اونجا چه خبره، بعد میرسن میبینن نه اونجا هم هیچ خبری نیست. الان گفتین عجله کن زود بزن تموم بشه. این همون مسافرت هست دیگه، از همین چیزا آدم باید کیفشو بکنه، لذتشو. خب 5 تا داریم. خیلی شنگن دی دی در دی در دی در دی دی در دی در دی 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 در دی در دی دی. بچه‌ها شلوارک هم اینجاست، فکر نکنین این فراموش نمیشه. خیلی وقت نمیپوشم، فکر نکنین نیست، این هست. لایو همه سیو میشن. بدم به مستحق، به من خودم از همه بیشتر لازم دارم. خب دیگه بذار ببینم تو اینا الان چی داریم. پیرنا هم باید، پیرنا رو مثلا دوتا میتونم بزنم روی چوب. بذارین اون برم چوب دارم، چند تا اونا رو بیارم. اینا رو دوتا بزنیم بهتره به نظرم. شما بنویسیم برم. تنهام، آره تنهام. بابا دارم میگم پاشیم بیاین. آقا بیاین براتون چیز بپزم. چی؟ کله جوش. این شستم میخواد ولی حالا بعدا میشورم. به فعلا این بره رو چوب، بعدا خواستم چیز کنم. اینم خیلی قشنگه.
ببین دیگه اینجا شروع نکن دیگه، دوباره دیگه اینجا بخوای نصیحت بکنی و برو دیگه، نصیحتاتو برو یه جای دیگه بکن. باریکلا. کی هستی اصلا به من بگی که من با کی دوست بشم یا نشم، چی کار بکنم تو زندگی؟ جمع کن، برو یه ذره دقت کن تو زندگی خودت، برو ببین تو زندگی خودت چه خبر است. من نمیدونم تو کی هستی، برو ببین تو زندگی خودت چه خبره. متخصص زندگی دیگرانیم ولی زندگی خودمونو ببینیم میفهمیم که چه خبره تو زندگی هم. حالا اومده اینجا تومارم بر من نوشته، حالا منم دارم چشمامو خسته میکنم که ببینم چی نوشته این. رگال بزرگتر، بابا اونا گرون بودن دیگه، همین کافیه. بذار اصلا من اونو رفت رو مخم، بذار اینو من بلاکش کنم گم شه فعلا یه چند وقت. بیا برو، رفتی رو مخم. خب دیگه بچه اینا تموم شد، تموم نشده ها. تیشرت ها رو تا میکنم دیگه، تا کردنی ها رو تا میکنم. این آستیناش هم در بیارم. خاک نمیگیره؟ نه بابا خاک کجا بود؟ حالا یک کوچولو. مگه همتون مثلا تو خونتون لباساتون مثلا چیز میکنین، کاور میکنین همه لباس ها؟ مگه میشه آدم لباس ها رو کاور کنه؟ والا ما اینطوری همیشه بوده لباس همون دیگه. کاور مگر اینکه حالا مثلا یه کت شلواری دارم اون تو، آره اون تو کاوره، چون شاید اصلا هر 5 سال یه بار آدم اونو بپوشه. دیگه اینایی که آدم همیشه میپوشه یه دراورم کاش داشتی. حالا اصلی ها رو چیز میکنم، نهایتش اونایی که نازکترم باز اونا رو از رو چوب برمیدارم تا میکنم اونا رو، بعد اون کار بکنم چون نمیرسه، جا نداری. شلوارا رو آوردم، شلوارا رو میرم بریم اینجا. خب ببینید اینجا
عوض کردم لباسام مرتب کنم. وایسا بود مهر بالا. اگر کمد داری توی کمد بذاری. کمد ندارم. کمد یه کوچولو دارم اونجا هم پره. اینطوری میذارم. حالا اینا رو جدا میکنم، مرتب میکنم. بچه نت فکر کنم خیلی بداره. این اتاق هم فکر کنم نتمون خیلی بده. چند تا شلوار اومده برام. البته چند تاشو میخوام بدم بره، حالا هر کسی دوست داشتم. من همه رو میخوام چیکار؟ این همه شلوار. بچه کسی اگه شلوار میخواد بیاد اینجا خودش انتخاب کنه برداره. یه 2-3 تاشو میتونیم بردارید اگه سایزتون باشه. آخه اینجا کفش نمیشه گذاشت. من کفشو تو اتاقی نمیخوام بیارم. اینجا نمیتونم چیز کنم کفش. آره داشتم میگفتم آقا هر کسی میخواد مثلا این شلوار رو واقعا اصلا تایپ من نیستین، اگه میخواین بیاین. شلوارا هم اکثرا تقریبا خیلی انگار که کم پوشیده شده. منظور شلوارای درب و داغونی نیست. حالا چی میزنم؟ حالا بذارین میرسیم دیگه. کم کم خودش همه چی جای خودش رو پیدا میکنه. با هم مشورت میکنیم ببینیم که چی بذاریم بهتر. میبینین اینطوری قشنگ مثل فروشگاهی شد. صبر کنین. میبینین اینطوری قشنگ شلوارا رو برام میشینم اینجا. باید کاپشناتو همه رو میذاشتی تو اون کمد. حالا شاید همون کاپشنا بره تو اون کمد دیواری. فعلا گذاشتم این وسط خلوت بشه، بعدن جابجا قطعا میکنم که ببینیم چطوری بهتر. بذار بچه پنجره رو باز کنیم، خیلی گرم شد. نفس در نمید. مثلا این خوبه. میبینین؟ این خوبه. حالا همه برای اونجا بعدا حالا تصمیم گیری میکنیم که حالا مهمونی اومد، کسی اومد، کسی نه خودش خواست اصلا بیاد، اصلا به خاطر شلوارا بیاد برداره بره.
خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. شلوار زخیم‌ترها رو بذار زیر. بابا ول کن همش. البته که اصلا زخیم و نازک نداره، همشون یه جنسه، همشون یه جنسن، اصلا زخیم و چیز نداره، نازک نداره. میتونیم این رنگشو اصلا رنگ ها مثلا این بچه این شلوار خیلی بزرگه، میبینین؟ حالا کسی خواست این هم خیلی برای حالا تو خونه نمیدونم آدم یه جایی میره، ولی بر من بزرگه، خواستین اینم هست. از بس گرسنمه صدام رفت دیگه، انرژیم رفت. بچه بریم من یه چیزی بخورم، چیزه انگار فشارم افتاد، انرژیم کلا رفت. اون گوشیم بگو نتم چرا قطع شده، تلفن زنگ خورده. دومی شد. حالا ول کن، اصلا شلوار کلوف نازک اینا رو ول کن، درستش میکنم. بذار من یه چیزی بخورم، انرژی رفت. اورژانسی باید یه چیزی بخورم. اولا دیشب نخوابیدم، کلا بیدارم از دیشب، اصلا نخوابیدم. تو بگو نیم ساعت. اون از خوابم، بعد هیچی هم نخوردم. کره کالین میخوام بخوریم، کرم هم داره تموم میشه. کره کالین میخوایم بخوریم با عسل. عسل کردستان. چی؟ شلوارایی که نمیپوشی رو نذار اونجا. کجا بذارم؟ جا ندارم اونجا، جا زیاده. مرتب کنم اون طبقه ها، کلن تیشرت ها رو تا میکنم با سلیقه و اینا. تخم و خورما ندارم. اتفاقا گیساوا میخواستم بپزم ولی ندارم. لباس های دانمارک رو هم نشون میدم. اصلا انرژیم رفته بچه ها. بذاریم انرژی برگرده، بعد ببینم شما چی میگید. شما خیلی چکی شنگم دی. سلام و نور. نورش چیه؟ یه نون بسوزون. ببین صدام هم رفت. میبینین صدام رفت یه هویی، اصلا بدنم اینطوری ریخت. آدرس بدین من براتون پست میکنم. چی رو پانتا عزیزم؟ چی رو پست میکنی؟ آهان گفتم خورما. من بابا خورما میرم اینجا میخرم دیگه. اون اصلام، نه اصلام اون بالاست. آره اونا اصلام خیلی خوب. از سید حسن خریدم اونا رو. سید حسن رو دوستش دارم من.
رگال بزرگه چنده؟ گفتم دیگه 1,700. باتریم خالی شد، واقعا خالی شد. امیدواریم از بم خورما بفرستم. بفرست دیگه. رضایی؟ رضا آها لباس دخترونه. آره اگه چیزه بر من عکساشو بفرستین پانتا، بعد چیز کنیم دیگه ببینیم چه لباس. ای وای سوخت. بازم سوخت. یه گوشش سوخت. وی خود هستم. بچه ها ببین من گشنمه، دارین سر به سرم میذارین بعضیاتون، 20 بار دارین میپرسین که این چیه اون چیه، نمیدونم اینو چند خریدی اونو چند خریدی. نکنم این کارو، بذارین من یه ذره فشارم بیاد بالا. بری چون بالا بار بزرگشو خریدم. نه بزرگ گرون بود، اونا دو طرف است، وسطش طبقه است، این ور اونورش رگاله. نمیدونم اونو گفت 3 تومن فکر کنم. مهم برای خانم زهره است. بچه ها هر چی دارین قبل از اینکه برای کسی بفرستیم عکس بگیریم بر من بدین، ما یا یک گروه تشکیل بدیم توی تلگرام بگیم آقا ما اینا رو داریم، یا من استوری کنم ببینیم که خب کیا میخوان، اصلا بشناسیم کیا هستن، کیا لازم دارن، کیا خوششون اومده. نه سیر نمیکنه این، حالا یه ذره آفرین. بذارم قطارمون روشن بشه. بخریم انبار کنیم، معلوم نیست مثلا کی میخوایم از اینا استفاده کنیم. طرف مثلا میبینیم میره بهترین ظرف رو میگیره، مثلا ظروف نمیدونم چینی و نمیدونم مثلا 20 میلیون داده مثلا ظرف، من الان قیمت رو خبر ندارم نمیدونم، نگه داشته مثلا شاید سالی 2 بار مهمون میاد فقط بر مهمون. بابا برد خودت استفاده کن، استفاده نداری برای چی خریدی؟ مهمون چه فرقه؟ الان مهمون میاد تو بشقابای همشون دست دوم نمیدونم رنگ پریده خطداره، مثلا چه اتفاقی میفته؟ آیا نمیتونن غذا بخورن؟ من نمیتونم غذا بخورم. قوتو داری؟ باش بچه خانم نمیدونم خانم آقاست یه قوتو دارم.
زهرا بابا کیمیا. آها بچه کیمیا از بم میگه قوتو دارم خورما میتونم بفرستم، هر کسی سفارش داره بره بهش سفارش بده. به لحاظ روانی آدم آروم میکنه. خب دیگه بعد به یه جایی برسیم که من نمیگم، گفتم دیگه میگم خرید نکنیم، که میگم به مقدار نیازمون خرید بکنیم. طرف مثلا نمیدونم تو یه هفته نهایتش 1 کیلو میوه میخوره ولی میره 10 کیلو میوه میخره، آخرش هم نصفشو میندازه بیرون. نمیشه. ما این تغییرات رو باید بدیم در نحوه مصرف کردنمون، در نحوه خریدمون. البته که الان خوبه این گرونیا یه کاری کرده که همه دیگه هیچکی نمیتونه خرید کنه. گوشواره چی؟ گوشواره چی؟ نون ندارم که، نون خوردم نیم. نون هم 1-2 لقمه با پنیر میخوام نون خوش بخورم. نون جو دارم، نون سبزیدار رو نمیدونم چی. خونم خیلی مرتب باصفاست. نه خونم الان انگار که یه بمب افتاده وسط خونم. گوشوارم مسیح بر من آورده بود اون شب، هدیه مسیح. بچه آه و ناله نکن. هر چقدر دادم آه و ناله بکنه همونقدر هم بدتر میشه وضعش. آه و ناله نکن. خب 2 لقمه پنیر یونانی. بعد دیگه شام هیچی فعلا ندارم، حالش هم ندارم. الان اینم خوردم، میخوام چای بخورم دیگه برم، بقیه رو بمونه. چون اینم قولشو داده بودم به شما، وگرنه واقعا حالشو خیلی، یعنی دوست داشتم که استراحت بکنم بخوابم، مثلا میگم نخوابیدم، ولی دیگه گفته بودم میام لایف، اومدم دیگه. قلم گاو بگیرم. بابا قلم گاو نمیخواد، من بخوابم درست میشه. این نونه اینقدر خوشمزم. ساندویچ نه بابا، ویلکون ساندویچ آتشغاله. این نون و پنیر بر من اندازه چلو کبابه، یعنی در همون جایگاهه، بر من فرق نمیکنه. حالا میخوایم بگین شوهر مار نده، حالا بزنین یه ذره من شوهر بدم، ولی برای من جایگاه مواد غذایی چه فرقی میکنه؟ مثلا مزهشون، حالا شاید بتونم بگم من این رو بیشتر دوست دارم، نمیتونم بگم این بده. هر غذای بیرون من ترجیح هم غذای خونه است، هر چی که باشه.
آذر رو قراره حالا تازه رسیده دیگه، بذارین حالا عرقش خوش بشه میبینیم. ساندویچ 300 تومنه. آره دیگه. حداقلش یه فلافل بگیری 100 تومن، نمیدونم 110 تومن. اون سری 100 تومن خریدیم ما، شادی امیر رفته بودیم. کجا بود اونجا؟ شهرک غرب بود، نمیدونم کجا رفته بود. ترکیه بودی هر شب با سودی غذا. هر شب نبود ولی خب خیلی من زورم نمیرسید دیگه. من هی میگفتم آقا غذا بذارین خودمون بپزیم، ولی خب اونا روش زندگیشون اونطوریه دیگه. اونا بیشتر غذای بیرون میخورن. همین الانش هم مثلا تو نروژن باز اکثرا میبینه غذای بیرون میخورن. ساندویچ 35 تومنی دیگه. ببین چیه اون سرطان خالصه. من دیگه تموم شدم بچه، اون ضعفم رفت. یه دونم چای کرک میخوام فعلا بخورم یا یه قهوه بخورم. بزن یه قهوه بخورم. قهوه هم بخورم برم. قهوه موکا، قهوه که نیست موکاست، نسکافه. آخه اصلا روش هم نسکافه زده هم موکا زده. یعنی چی؟ مال شرکت نسله است دیگه، چه ربطی به نسکافه داره؟ نمیدونم، دارم هزینه میدم. بچه قطارمون داره راه میفته. فشار رو میندازه؟ نه بر من اصلا نمیکنه. نه اولا که الان اصلا خوابم پریده، ولی دوست دارم فقط دراز بکشم. بدنم میگم از همه جام کلن عضلاتم داره میریزه اینجوری، داره میریزه. بچه یه آهنگ بزنیم یه انرژی بگیریم. همراه بست. همون برم، همون نمیرم. کلا آدمای جالبی هستین. نمیدونم کی هستین. این یه عده‌ای که حتی درگیر هموم منم هستین. یعنی شما از راه دور هم این قدرت رو داریم بدون من بو دارم میدم، بو نمیدم، نمیدونم چرب نیستم. بابا من هموم نمیرم. من شاید ماهی 1 بار یا ماهی 2 بار نهایتش.
همون چیه؟ آی داده بچه قهوه‌مون رو بخوریم بریم. یه بسته بزرگ قهوه آسیاب نشده دارم. بذار دستگاهمون بیاد اونو میشه استفاده. الان کجا میخوام استفاده کنم؟ ناخونگیر دارم. ناخونم بلنده. آره ناخونگیر، یه ناخونگیر خیلی خوب دارم. منم حس میکنم خیلی وقت نرفتم. آره شاید الان یه 10 روز شده نرفتم. خواستیم بیایم پیش من نیایم. هر موقع من رفتم همون اون موقع بیایم پیش من. برید شما بابا. بیا یکی نوشته من 13 روزه نرفته بودم همون، امروز رفتم. من تنها نیستم. میبینین کفور چیه؟ آه از دست شما ها. عربشه کی؟ یعنی من چی بگم؟ چرا آقا وحید خونتون فکر کنم حمام عمومی میرم من. بچه بذارین قهوه‌ام بخورم من برم دیگه. ما چند سالم بود؟ من فکر کنم مثلا 4 سالم بود. 3-4 سالم بود فکر کنم. بابا با امیر عربی دیدم. آها سفهلیب ده و سفهلیب زانه زدیش دوکی. ببین بازم امشب از اون چیزاست که من عید میخوام بلاکت نکنم. بلاک بشی تا عید رفتی یا یعنی 2-3 ماه رفتی. من از خواب بیدار میشم مستقیم میرم. یعنی هر روز نه، من هر روز نمیرم. هر روز برچی نابود میکنه پوست و موتو. بوش ور وقت بوش ور من هر شیه بود بوش ور. علیزا میگه که خدیجه میگه من در زمینه حمام نرفتم مثل تو هم دیر به دیر میرم همون. چه خب من تنها نیستم دیگه. خب جالب این کلن واقعا دوست دارم بشناسم از نزدیک شما رو بشناسم ببینم مثلا چطوریه. بچه آب کلا پوست رو خشک میکنه. یعنی هر روز برین هم
آسیب به موه، چون هر سری که میریم مواد شیمیایی هم استفاده میکنیم دیگه، شامپو، نمیدونم صابون یا هر چیز دیگه. موضوع لایو کی هموم میریم؟ تایمای همومتون اینجا بنویسیم بدونیم کیا میرین. به نظرم بلاک ها رو 8 هم آزاد نکنید، هیچ وقت نکنید. چرا آزاد؟ حالا میگم شاید مثلا سال عوض بشه، اینا هم عوض شن، یه ذره باشعورتر بشن، یه ذره یه کوچولو باشعورتر شاید بشن. میتینگ بذار همه بیان، تو خودت بیا. میتینگ الان گذاشتیم، پاشو بیا. الان میتینگ داریم اینجا.